وظیفه‌اش اینه که توی خیابونا نظم و انضباط برقرار کنه. چه ترافیک، فهمیدی چی؟ سالم زده. پلیسان اینقدر نیستیم تو همه خیابونا باشیم، توی همه ماشینا باشیم، توی همه کوچه ها باشیم. ما قدر زیاد نیستیم. شما بچه ها به عنوان همیار پلیس باید به ما کمک کنید. خب بچه ها شما ها دوست دارید همیار پلیس بشید؟ بچه ها شما ها من میام باسکار. هیدری حسین شما چرا 5 نفری؟ نه اشتباه ناموس آقا ما توی زدیم همیار پلیس هم میخوام بیان اینجا با شما صحبت کنم. بچه ها دقت کنید، من از این بچه های همیار پلیس سوال دارم. شما آماده گوش کنید؟ بچه ها سردتونه؟ بابا این سیب حالا من از همیاره پلیس همکاره من هستم. میخوام سوال کنم. فامیلی میگه همیاره پلیس همیاره پلیس حالا من برای محصتون انتخاب کنم سلام خانم کوچولو. احمدی مامانم گفت نرو ویزه درس کن اون وقت محصت انتخاب کنم میذاری خب بیا شما بلدید که همیاره پلیس چه کاری باید انجام بده؟ بفرمایید. بچه این کار همیاره پلیس نیست. آقای کوچولو خان. خوبی اسپانیایی چی بود؟ عرشه مختاری بله معرفی کنم بفرمایید. سلام بفرمایید آقای کوچولو. آقای چرا انقدر چاق شدی؟ کجای ماشین باید بایستی ببینید بلده که میگه همیاره پلیسه. نه آقا چیزی بزنید دسته خورم. نه نزنید. بله آقا چیزی. آقا چرا باید صندوق عقب بشین آقا؟ خب باشه. کجا باید بره بشینه؟ صندلیه. چرا زنگ میری؟ اولی کاری که مشخصی نداره، زنگ آقا کمربندی شلوارو برای چی با میکنی؟ نه آقا چی همین چی؟ آقا بله نه بله دقت کن. اولی کاری که میکنی کمربنده. آقا با کمربند شلوار راننده چی کار میدی آقا؟ با کدوم شلواره که شما اصلا شلوار نداره آقا؟ نه همین که تو شلوین هست که من آقا دامن شما بفهمید خانم کوچولو. بله درسته بچه افتایی خب بله خب مثل که صدا قطع شده. بله بچه من یه سوال از شما دارم. بچه آقا نمیبینه آقا یه نمیبینه سوال از شما آهنگه میشه. چیه؟ بله
که رفتیم نشوده. آقا چپ کن آقا نمیخوام بخونی آقا پلیس کجا غیر میریزه؟ آقا من زشت میریزه نمیخوام بخونی آقا این چه وضعی آقا نمیخوام بخونی آقا کجا آقا چپ کن نه چپ کن یه شما موقع همیار پلیس کلاشو میدم بهش آقا بچه ها فکر کنم برای پلیس خیلی مؤدبانه موارد میگم لطفا یه گوشه بگم لطفا کماری به جواب بده بله بچه ها بزنید آقا بوشو نه آقا بشینید پیدات کردم. آگرم چی هنوزم کار بدید آقا کشتی منو. بچه ها بله بابا میگم بله ولی خب جواب داد آخرش خراب شد ولی این باید بیاد آموزش ببینید بله خب خانم کوچولو شما میخواید برید من با شما خداحافظی کنم من با بچه ها کار دارم خداحافظ خب بچه ها گفتیم بهتون همه این کارهایی که پلیس داره انجام میده برای اینه که پلیس شما بچه ها رو خیلی دوستتون داره نمیخواد وقتی از خیابون رد میشید یا سوار وسایل نقلیه هستید آسیبی ببینید بچه ها شما به پلیس حال میدید که همیار پلیس خوب باشید حال میدید که همیار پلیس خوب باشید خودتون و مربیای میخواید شما هم یاد بگیرید بچه ها پلیس وقتی سلام علیک میکنه وقتی احترام میکنه وقتی خداحافظی میکنه همش اینجوریه همه بلند شد کسی نشه همه دستای راستشون بالا بچه این دست چپ ها این نه این دست راسته دستای راست بغل گوشتون این میشه سلام علیک احترام و خداحافظی پلیس همه دستا پایین خب من میخوام با شما خداحافظی کنم من چجوری خداحافظی کنم